رفقا خوش اومد به ویدیو دیگه. امیدوارم خوب باشه. این ویدیو با جرئت میتونم بگم یکی از اسکل‌ترین ویدیوهایی که من توش بودم. چی دارم بذارید زیاد حرف نزنم، بریم سر ویدیو. این ویدیو برای من ناخوشاینده. مواد لازم برای این ویدیو: اول از همه یه لایک، یه دونه کامنت، یادتون نره. دوم یه دونه موزن اونو شچل میکنه. بعد یه دونه ژیلت و یه دونه خمیر ریش که دیار رفت برم تو همونم میرم. آقا دیگه یکم باشون بازی کنم دیگه، دارم میرن دیگه. اینم از خمیر ریش و حالا شاید برای بعضیاتون سوال پیش اومده باشه که آقا این اسکل اینا رو برای چی آورده اینجا؟ مواد لازم چیه؟ من میخوای کیک درست کنی؟ بعد بهتون بگم که میخوام خفن ترین ویدیو رو که توی یوتیوب فارسی که هیچ انگلیسی هم فکر نکنم باشه بگیرم. البته علی بروکس این کارو انجام داده ولی اون تراینا تو لف نگرفته باش. من میخوام باش تراینا تو لف بگیرم. امروز یه ویدیو تراینا تو لف داریم. سعی کن نخندی. با مجازات چی به نظرتون؟ ما نه تخم مرغ میزنیم تو کله‌مون، اینو یه بار قبلا کردم. نه تو سس تند میخوری مثل این بچه سوسولا. سس تند میخوری عمویی؟ اوف نشی آخه، اوف نشی، بیا اینجا بوسه کنه. از این کارا نمیکنه. اون یکی آب میریزه روش. فازه چیه؟ آب خوش میشی. ما موامونو از ته هر بار که بخندیم با ژیلت میزنیم. ما بچه بازی نداریم اینجا عمویی. آخه آقا امیدوارم خوشتون بیاد از این ویدیو. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، چون قراره من کچل بشم. هیچ ایده ندارم. شیت آقا. خب آقا اول از همه میکروفون رو میارم اینور که میکروفون به فاک نره. امیدوارم صدامو داشته باشید. آقا اول از اینجا شروع میکنم، از اینجا. خب بعد میرم بالا. مثلث برمودا در اومد. چی شد؟ گن کشیده شد با مون. وای آقا میخوام بهتون مدل جدید گوشی رو نشون بدم. مثلث برمودا. بریم بعدی. اوی نه من خندیدم. اوی پسر چی داره میشه اینجا؟ آقا من این میکروفون رو میدارم عقب که به فاک نره. گفت برو خدا آن سابسکرایب نکنید. این موام برمیگرده. وای نگاه کنید زلفای قشنگمو. آقا اگه تا الان این ویدیو رو دیدید جان عمتون لایک کنید. نگاه کنید دارم به خاطر شما چیکار میکنم. نگاه کن. خیلی سخته این. تو این آینه است برگشته، بعد آدم خیلی سختش میشه. بریم. فیلترش گاد بود آجی. آقا یه دونه دیگه بریم ببینیم چه شکلی میشه. خیلی خوشحال شدم که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. اگه نگاه کردید حتما سابسکرایب کنید که از این ویدیوهای اسکولانه دیگه ببینیدم. من نگاه کن، من
نریز. این مورا رو جمع میکنم میرم هموم قشنگ با ژیلت میزنم میام بهتون یه دور نشون میدم. پس منتظر باشید. مورا کی میخوانن اینجا آزاد کن. آقا اینم از موهای ما نگاه کن. شکل نمو بود چی بود ماهی شکل اون شدم. آقا جان عمتون آن سابسکرایب نکنه این برمیگرده. قشنگ حس اون یارو زندانیا رو دارم که کشل میکنن قشنگ. وای فقط الان ابروام به چشم میاد نگاه کن. آقا ویدیو اول لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله‌شو بزنید تا از این ویدیوهای خفن بیشتر ببینید از من. و آره من برم تو زندانم حبس ابدم رو بکشم و آبخونه‌اش بخورم. این از پشتم بهتون نشون بدم یا آره داداش. بای بای پیس.